اگه میخوای بدونی چطور میتونی از دنیای رمزارزها درآمد داشته باشی، این ویدیو رو از دست نده. تو این ویدیو از سری آموزش‌های 0 تا 100 ارز دیجیتال از ایزی اینکام قرار بهتون یاد بدم که ارز دیجیتال اصلا چی هست. بریم سراغ دستیابی شروع کنیم. درود رفقا، به کانال یوتیوب ایزی اینکام خوش اومدید. اول صحبت برم سراغ شیرینی‌های دنیای رمزارز. اگر شما شخصی بودی که تو سال 98 زیادم قبل‌تر نمیرم، سال 98 فقط 50 میلیون بیت کوین خریداری می‌کردی، الان که 13 بهمن 403 هستیم حدوداً 8 میلیارد دارایی داشتی. یا اگه سال 99 میومدی 50 میلیون شیبا اینا می‌خریدی، الان حدوداً 11 میلیارد تو جیبت داشتیم. از این نوع فرصت‌ها خیلی تو این بازار زیاد هست. شرطش اینه به جای اینکه بازار تو رو به دستش بگیره، تو بازار رو به دست بگیری و آموزش دیده و پخته وارد شی. پشتوانه‌هاشو بررسی کنی، اخبارشو بررسی کنی و بدون ریسک سرمایه گذاری کنی. توی این ویدیو از سری ویدیوهای آموزشی 0 تا 100 ارز دیجیتال میخوایم بررسی کنیم که ارز دیجیتال چیه؟ فرق ارز دیجیتال با پول معمولی چیه؟ با چند تا رمزارز معروف آشنا بشیم و بدونیم که چه نیازی هست با ارز دیجیتال آشنا باشیم و آیندهمون چقدر وابسته به این ارزاست. ارز دیجیتال یا به اصطلاح کریپتوکارنسی یه نوع پول الکترونیکه که روی اینترنت کار میکنه و مثل پولای معمولی تو بانک‌ها نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کشوری، بانکی یا حتی دولتی نمیتونه روش کنترل داشته باشه. اصلا چرا بهش میگن دیجیتال؟ چون فقط به صورت کد و اطلاعات وجود داره و هیچ اسکناس یا پول و سکه‌ای به صورت فیزیکی برای اون وجود نداره. چرا اختراع شده؟ برای اینکه مردم بتونن بدون واسطه، معذور بدون دخالت بانک‌ها و دولت‌ها پول رو جابجا کنن و کنترل دارایی دست من و شما باشه، نه بانک‌ها و دولت‌ها. انتقال پول سریع و ارزون باشه و نیاز به 1000 تا تایید و امضا برای جابجایی حتی برای کشور به کشور هم نباشه. چرا بهش میگن رمزارز یا کریپتو؟ چون اطلاعاتش با یه روش خیلی پیچیده توسط برنامه‌نویس‌های حوزه بلاکچین رمزگذاری شده که باعث میشه امن و غیر قابل دستکاری باشه. شما زمانی ارز دیجیتال رو درک میکنی که این تفاوت‌ها رو از عمق وجودت درکش کنی. این که فرق ارز دیجیتال با پول معمولی چیه؟ ما توی این نمودار خیلی واضح و شفاف فرق بین پول معمولی و ارز دیجیتال رو بین عوامل تاثیرپذیرش بررسی کردیم. ببینید، ما برای پول معمولی و رمزارزها یک سری مالک و در اصل کنترل کننده داریم که کنترل کننده پولای معمولی که دست من و شماست به صورت فیزیکی هم قرار داره که دولت‌ها و بانک‌ها هستن. در صورتی که در بازار رمزارزها این کنترل کننده ها خود مردم هستن که با خرید و فروش یا در اصل عرضه و تقاضایی که ایجاد میکنن بازار رو به دست میگیرن و کنترل کننده کنار مردم کدهایی هستن که توسط توسعه دهندگان ایجاد شده و البته امن و غیر قابل دستکاری هستند. واسطه مالی پولهای معمولی باز هم بانک ها برای ریال و پیپال برای دلار هستند. یعنی چی؟ یعنی میان از بانک مرکزی این منابع رو میگیرن و خدماتشون رو با کارمزد و مالیات ارائه میدن. اما توی ارز دیجیتال هیچ واسطه‌ای وجود نداره. چاپ و تولید پول معمولی با بانک مرکزی هستش و در رمزارزها توسط شبکه بلاکچین تولید میشه. با این تفاوت که چاپی وجود نداره و فقط تولید میشه. شاید الان سوالتون این باشه که بلاکچین چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم مثل یه دفتر حسابداری هست که شما هر تراکنشی انجام بدی داخلش ثبت میشه. دقیقاً مثل نامه اعمال آدم میمونه که نمیذاره حتی یه ریز تراکنش هم جا بمونه. سرعت انتقال در پول معمولی ممکنه حتی چند روز طول بکشه، اما در ارز دیجیتال معمولاً چند دقیقه است. کارمزد انتقال پول تو پول معمولی که همه ما درگیرش هستیم خیلی بالاست، مخصوصاً بخوای از کشور خودت به کشور دیگه انتقال انجام بدی. ولی تو رمزارزها کارمزد انتقال خیلی پایینه. فکر کن شما بخوای 10 میلیارد جابجا کنی. اولا که از این کشور به اون سمت اروپا کارمزدش مثلا 200,000 تومانه. 1000 تومان هم بزنی باز همون 200,000 تومانه. کارمزدها معمولا ثابت هستن و پایین که این خیلی عالیه. پول معمولی امکان جلب و دستکاری داره. مثلا بری همین الان بازار 1000 مدل دلار وجود داره و تشخیص ازالتش واقعا سخته. اما توی ارز دیجیتال غیر قابل جلب هست.
چون همونطور که گفتم اون دفتر حسابداری که بلاک چین باشه وجود داره. حالا بریم که با چند تا از این رمزارزهای معروف بازار کریپتو آشنا بشیم. اولیش که همه میشناسنش بیت کوینه که سال 2009 توسط آقای ساتوشی ساخته شد و هنوز مشخص نیست این آقای ساتوشی دقیقاً کی بوده که مردم رو از دست واسطه‌ها نجات داده. دومیش اتریوم هست. بذارید یه مثال ساده بزنم. بیت کوین رو شما مثل یه ماشین حساب ساده تصور کنید که فقط میتونه جمع و تفریق کنه، یعنی ارسال و دریافت پولهای دیجیتال. ولی اتریوم مثل یه گوشی هوشمنده که میتونید روی این شبکه اپلیکیشن غیر متمرکز اجرا کنید. خیلی بخوام سادهش کنم مثل یه کامپیوتر جهانی میمونه که تمامی این قراردادهای هوشمند رو ذخیره میکنه و صرفاً یک ارز نیست بلکه یک پلتفرمیه برای خودش و پیشرفته تر از بیت کوینه. و ما همیشه این دو ارز رو مثالی که براش میزنیم اینه که بیت کوین ملکه است و اتریوم پدر ارزهای دیگه که بهشون آلت کوین میگیم. ارز بعدی تتر هست که خیلی باش دنیای معاملات داخل این بازار سر و کار دارید. تتر یه استیبل کوین است که هر یه دونهش معادل $1 و هیچ وقت کم و زیاد نمیشه. پس همینجا مفهوم استیبل کوین رو متوجه شدیم که قیمت استیبل کوین ها ثابته. مثلا هیچ وقت یک تتر 1.1 تتر نمیتونه باشه. میتونه قیمت تومانیش که وابسته به تورم و وضعیت کشور تغییر کنه، اما یک تتر همیشه یک تتره. ارزهای دیگه هم مثل سولانا که اکثر میم کوین های جذاب زیر مجموعه این شبکه هستن، مثل همین میم کوین ترامپ و میدینا، BNB برای بایننس صرافی بزرگ جهانی، کاردانو، ریپل و کلی ارزهای دیگه که شاخص هستن بین هزاران ارز و صد البته برای معامله داخل بازار جذابیت زیادی دارن. چه نیازی هست با ارز دیجیتال آشنا باشیم؟ فرصت‌های درآمدزاییش. خیلی ها از ترید، سرمایه‌گذاری، ماینینگ، بازار NFT و ایردراپ درآمد دارند. آینده سیستم مالیش. احتمالاً چند سال آینده تمامی بانک‌ها به سمت ارزهای دیجیتال میرن که الانش هم خیلی‌ها رفتن. فرار از تورم. ارز دیجیتال تو خیلی از کشورها مثل کشور خودمون مثل یه راه نجات برای حفظ ارزش پول حساب میشه. حتی میتونید از ارز دیجیتال برای خرید و فروش ملک و خودرو و حتی خریدهای اقلام مورد نیاز تو کشورهای مثل دبی و امارات و ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه استفاده کنید. بریم سراغ جنبندی آخر. پس فهمیدیم که ارز دیجیتال یه پول مدرن و غیر متمرکزه که میتونه سیستم مالی دنیا رو تغییر بده. بیت کوین و بقیه رمزارزها واسطه‌ها رو حذف کردن و یه راه جدید برای مدیریت پول ایجاد کردن. سپاسگزارم که تا اینجای ویدیو وقت ارزشمندتون رو صرف تماشای زینکام کردید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. بدرود.